نانا هستم و اینجا کانال روبیتا تسته. توی کانال روبیتا تست قرار محصولاتی رو که شما زیاد ازشون سفارش میدین یا ترند میشن یا کارایی جذابی دارن رو با هم دیگه بررسی بکنیم. کانال روبیتا تقریبا 12 سال پیش شروع به کار کرد در زمینه سفارشگیری از ترکیه و جدیداً لاین آلمان و دبی هم بهمون اضافه شده. اسم روبیتا برگرفته از اسم مادر بزرگم بود که برای من سمبل یه خانم قدرتمند و شیک بود. متاسفانه از دستشون دادیم ولی این راه ادامه پیدا کرد. ما روزانه سفارشات شما رو مقدار زیادیش رو میبینیم و اونا رو کنترل کیفیت میکنیم که حالا اونطور که شما خواستین طبق سفارش شما به دستتون برسه. از بین اونا یه محصولاتی هستن که همیشه هی تکرار میشن یا محصولات جالبی هستن که کاراییاشون بسیار جذابه. ما یه دونه دیگه از اون محصول فقط برای این کار سفارش میدیم، با هم دیگه بررسیش میکنیم و من به عنوان یک کاربر معمولی نظر شخصی خودم باهاتون به اشتراک میذارم. خب قاعدتا من تو همه زمینه‌ها تخصص ندارم. من تخصصم مهندسی صنایع است، فارغ التحصیل از امیرکبیر هستم و کارم بازارهای مالی هست. همه نظراتی که درباره یک محصول میدم به عنوان یک یوزر معمولی هستش. خوشحال میشم ما رو هم. من امروز از چند تا از لوازم آرایشی میخوام دیگه شروع بکنم. اولی محصول این کرمای روز و شب اوراله که آبرسانه و فرمولاسیونش بیشترین شباهت رو به برند کلینیک داره. بافتش رو نگاه کنید روی دست. دومین محصولی که حتما تکرارش میکنم این رژه گونه وت ان وایلد رنگ ملو واین که به نظر من به همه خانمای ایرانی این رنگ میاد و قیمتش بسیار مناسبه. رنگ 10 لیپی رو براتون تست میکنم. این رژ بسیار سبک روی لب، اصلا حالت سنگینی، چربی و چسبندگی نداره. رنگش هم توناژش رو نگاه کنید چقدر زیبا و جذابه. این کانسیلرهای اسنس مولتی تاسک هست، شماره نچرال بژ و به نظر من هم قیمتشون بسیار مناسبه و کاورشون عالیه. من دور چشمم پوستش خشک‌تره و تیزان چربی دارم. روی پوستم تست میکنم و نتیجه رو شما ببینین که چطوری تیرگی‌های دور چشم رو میپوشونه. و آخرین محصول که حالا پیشا پیش یکی دیگه هم ازش خریدم، این ریملای سفورا هستش سایزاب که واترپروف، توش خورده موجه داره و هم حجم میده به موجهتون و هم بلند میکنه و اصلا نمیریزه. میدونم دوست دارین کلی محصول جدید امتحان کنین، اما اینا محصولاتی هستن که از تکرارش پشیمون نمیشین. حتما نظرتون رو با هم به اشتراک بذارین. لایک، کامنت، ساب هم فراموش نشه. ممنونم.